امروز اومدم یه چیزی خیلی زود درباره ماینکرافت بهتون بگم، چیز خیلی خنده دار. اول میایم پیستون برمیداریم. پیستون یکی اینجا، نه بالا سرم اینطوری. حالا یه اسلایم میذارم، اسلایم یه خط اسلایم میذارم. حالا هر بلاکی که دوست داشتیم بذاریم خودشتیم. هر بلاکی که دوست داشتیم اسلایم حالا ریل بذاریم برای روی بلاک هایی که گذاشتیم. ریل عادی ریل بذاریم. حالا باید چکار کنیم؟ حالا قطار حالا حالا بلاک های زیر میکنیم. حالا ریدستون برمیداریم. وای چرا رفت سوارمون شد؟ اسلام سوار اسلام. حالا اینجا خط میشد بعد دوتا یکی دوتا. حالا میایم چی برمیداریم؟ پیداشون کنم اینجا ریدستون ریپتر برمیداریم. بین اینا بدیم. چسبونیم به هم. اینا رو که چسبوندیم به هم میایم این کنار. خب ریدستون ریپتر برمیداریم. اینطوری میذاریم ریدستون ریپتر رو اینطوری میذاریم. همه رو به هم دیگه چسبونیم. نه بچسبم. حالا اینا چسبیم میزنم درجه 3 هر کدوم کنم. حالا این ریدستون تورچ برمیداریم. اگه خوشتون اومد کامنت هم بذاریم تا یه فیلم کوتاه دیگه